سلام، با اخبار امروز پنجشنبه 12 اکتبر من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخط خبر و گزارش‌های برنامه. وزیران دفاع کشورهای مشترک المنافع در دوشنبه جمع آمدند و راه‌های پیشگیری از ناامنی در آسیای مرکزی را بررسی کردند. بازار شاه منصور یکی از بازارهای قدیمترین در پایتخت تاجیکستان را بستند. قرار ناگهانی مقامات تاجران را در غفلت گذاشت. برای یک مکانی به دست آوردن میلیون ها دلار، برای دیگران زندگی در دوزخ. تأثیر چاهای نفتکشی و زندگی در یک روستای آذربایجان. تفصیل خبرها. در یک نشست در دوشنبه مقامات تاجیکستان و نمایندگان اتحادیه اروپا مراعات حقوق انسان و احترام به حقوق مذهبی در کشور را بررسی کردند. در مکالمه دو طرف آزادی بیان، حقوق زن و کودک، محو شکنجه و آزادی اعتقاد و همکاری‌های تاجیکستان با سازمان‌های بین‌المللی بررسی شده است. در آستانه این نشست در دوشنبه حامیان حقوق از اتحادیه اروپا خواستند در عوض کمک‌هایش از تاجیکستان بخواهد که به سرکوب دیگراندیشان خاتمه بدهد و به حقوق و آزادی‌های بنیادی مردم احترام بگذارد. افزای ناآرام در افغانستان همسایه و مبارزه با گروه‌های افراطی از موضوعهای اصلی گفتگوی وزیران کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه بود. در نشست وزیران دفاع که با حضور وزیران و نمایندگان 8 کشور صورت گرفت، همکاری‌ها برای مقابله با خطرات مشترک بررسی شده است. میرزا نبی خالقزاد برای پیگیری این موضوع به محل برگزاری نشست رفت. نشست 73ام شورای وزیران مدافع کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در کاخ افسران وزارت مدافع تاجیکستان برگزار شد و انجام یافت و این نشست تحت ریاست وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو صورت گرفت. در این نشست در ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه اصلا مسئله کلیدی این بررسی وضع سیاسی و حربی کشورهای عضو اتحادیه مشترک المنافع بود که در مرز با افغانستان قرار دارند. قبل از آغاز این جلسه واخوری دو جانبه وزیران مدافع تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار گردیدند. در ملاقات وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و وزیر مدافع ازبکستان عبدالسلام عزیزوف اساساً مسئله های وابسته به رابطه های میانبعده تاجیکستان و ازبکستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با نظر داشته به طور مداوم تغییر خوردن وضع در افغانستان از افزایش تهدیدها به مرز تاجیکستان همچون سرحد جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تاکید کرد. وضعیت در مرز با افغانستان که هر لحظه در حالت تغییریابی است و این بی‌ثباتی خطر جدی برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. من پیش از همه افغانستان و بعد تهدیدهایی را که از آن سوی آمو می‌وزد در نظر دارم. حالا همکاری‌های دو جانبه با تاجیکستان از برگزاری مشق‌های نظامی گسترش می‌یابد و البته با در نظر داشت وضع در مرز افغانستان میباشد. حالا سخن درباره کمک حربی به تاجیکستان و مدرن‌سازی نیروهای مسلح این کشور میباشد. در دایره نشست وزیران دفاع اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یک نقشه همکاری میان وزارت‌های دفاع کشورهای این سازمان برای سال 2016 به امضا رسید. در پایتخت تاجیکستان یکی از بازارهای قدیمی در مرکزی دوشنبه را بستند. بازار شاه منصور که در یکی از گوشه‌های مرکزی دوشنبه بود به جای دیگر کوچ یافت، زیرا به گفته مقامات به حرکت نقلیات بسیار خلل می‌رساند. اما تاجران بازار را تصمیم ناگهانی بستن بازار آزرده کرده است. شادمان یتیم یک روز آخری بازار شاه منصور را به نوار گرفت و چنین گزارش می‌دهد. مردم باری آخر از بازار شاه منصور چیزی برای روزگارشان می‌خرند. با یک قرار رئیس شهر از 9 اکتبر همین سال بازار شاه منصور که حدود 70 سال اخیر در همین مکان فعالیت داشت برهم خورد. بازار شاه منصور از بازارهای معروف پایتخت تاجیکستان بود که در آنجا بیشتر محصولات غذایی، سبزیجات و میوه‌جات می‌فروختند.
صاحبکاران بازار از روی قرار شهرداری باید در دیگر بازار و نقطه‌های سودا با جای کار تامین شوند. قسم زیادی صاحبکاران بازار شاه منصور را در بازار مهرگان جای دادند. نه همه تاجران بازار نو را برای تجارت خود مناسب می‌دانند. باید مهلت میدادن، ما بارون باید کم میکردیم، آدما خردوی آوردن، خردو باید جمع میکردیم، بردن 2 متر جا دادن که ما مگادینامو کلان اینجا جا نمیگیریم. مأموریت بازار مهرگان گفتند که در 3 روز اخیر به جایگیرکنی صاحبکاران بازار شاه منصور مشغولند. در گذشته چند مرتبه به طور اختیاری صاحبکاران بازار شاه منصور را توصیه داده بودند که در بازار نو فعالیت خود را ادامه دهند، ولی با سبب کم بودن مشتری تاجران به اینجا نمی آمدند. اکنون بعد قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی درباره برهم دادن بازار شاه منصور، تاجران بازار مهرگان میگویند سودا خوب شده است. دیروز سودا کردیم، تا روز خیلی سودا کردیم، خریدارا اومدستن، خیلی عادت کردیم، خیلی عادت کردیم، بیرونان سودا همه سودا در رهبریت بازار مهرگان گفتند برای همه صاحبکارانی که از بازار شاه منصور به اینجا آمدند امتیاز داده شده است. الکای 80-90% اونها صاحب جا هستند و امروز خیلی که شما شاهدی آن گشتید، در بازار فعالیت خرید و فروش الکای آغاز یافته است. تا 1 ینوری سال 2018 ما 3 ماه امتیاز کرده ایم به خاطر آغاز بازار نو، بازار مهرگان. 3 ماه می توانند از همه پول چک، پول اجاره پولی و دیگر پولها که هر روزه از آنها طلب کرده می شود آزاد باشند. صاحبکاران امید دارند در بازار نو خریداران به سراغشان می آیند. مرکز سودای پایتخت نود که بعداً به بازار مهرگان تغییر نام کرد، از بودجه شهر دوشنبه در کوچه مهنت بنیاد شده است. ماه سپتامبر سال 2014 مورد بهره برداری قرار گرفت. در ترکمنستان مردم از این بعد باید به پرداختن پول گاز و برق و آب عادت کنند، چون دیگر آن را رایگان به دست نمیارند. پایین آمدن قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی و خالی شدن بودجه دولت ترکمنستان را مجبور کرد مردم را از آب و گاز و برق رایگان محروم سازد و قیمت بالای هم برای آب تعیین کند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌بینیم. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها با ملاقات پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف در شهر سوچی به ویژه تحفه به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین توجه کردند. بردیمحمدوف به مناسبت 65مین زادروز رهبر روسیه به او سگ ذات علوی تقدیم کرد. У нас есть общий один друг. Это вы, наверное, знаете, это единственный в мире собака Алабай. Да. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая. И называется он Лупали, то есть это верный. اما روز 11 اکتبر پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف اقدام دیگری هم پیاده کرد که در حیات روزمره مردم ترکمن خیلی مهم خواهد بود. پرزیدنت ترکمنستان فرمان داد که نرخ آب، گاز طبیعی و نیروی برق که در این کشور خیلی پایین بودند به قدر قابل ملاحظه بالا برده شوند. خبرگزاری رویترز نوشته است که سر از ماه آینده نرخ آب برای خانواده‌های ترکمن تخمیناً 25 مرتبه بیشتر خواهد شد. طبق فرمان بردیمحمدوف سر از ماه نوامبر سال 2017 هر عضو عائله ترکمنی ابتدا 7.5 متر مکعب آب را به پول دسترس می کند. از آن بیشتر برای هر 10 متر کوبی آب نرخ 5 منات یعنی تخمیناً $1.43 آمریکا مقرر شده است. فعلا عائله های ترکمن برای استفاده آب بیش از معیار برای هر 100 متر مکعب 6 سنت آمریکا پرداخت می کنند. هفته روان پرزیدنت ترکمنستان گفته بود که حکومت این کشور به تدریج سوبسیدیا یا خود یارانه را از بین خواهد برد. حالا هم ساکنان این جمهوری سرشار از مواد سوخت معیار معینی گاز و نیروی برق را به پول دسترس خواهند کرد که احتمال با مرور زمان خاتمه یابد. ترکمنستان هممرز با افغانستان 5.5 میلیون اهالی داشته صاحب 4مین ذخیره بزرگترین گاز طبیعی در روی عالم است.
سر از سال 2014 از زمانی که نرخ مواد سوخت در سراسر دنیا پایین شد، درآمد ترکمنستان هم برابر با آن کاهش یافت. در سال 2016 روسیه که مشتری اساسی ترکمنستان بود، خریدن گاز این کشور را بس کرد. در آسیای مرکزی میمانیم. با برخاستن ماجرای دیپلماتی بین قرقیزستان و قزاقستان در مرز دو کشور نوبت‌های دراز تشکیل شدند. روز پیش قرقیزستان دولت قزاقستان را به حمایت از نامزد انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر متهم کرد. مقامات قزاقستان سبب‌های تأخیر در عبور و مرور و سختگیری در پاسگاه‌های مرزی را شرح ندادند. نیروهای مرزبانی قرقیزستان گفتند امنیت در آستانه انتخابات را تقویت بخشیدند. هر روز از این پاسگاه 25,000 نفر و 2,000 ماشین می‌گذرد. پاسگاه به راه میبرد که شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان را با شهر الماتوی قزاقستان میپیوندد. در آذربایجان در کنار شهر باکو پایتخت کشور صدها خانواده را می‌یابید که در نزدیکی چاه‌های نفتکشی زندگی می‌کنند. در حولیشان درخت نمی‌سبزد چون خاک آبش آلوده به نفت است. به گفته ساکنان هوای آلوده محل هم زندگی آنها را سخت و خودشان را بیمار کرده است، ولی برنامه کوچانیدن آنها از اینجا هیچ نیست که عملی شود. در حولی ساکنان یکی از کناره‌های پایتخت آذربایجان چاه‌های نفت شب و روز فعال بوده به محیط زیست و سلامتی مردم محله تأثیر گذاشته است. ببینید، نفت در روبروی خانه‌هایمان است. بویش به ویژه صبح دهشت‌آور است. فکر می‌کنید که در زیر آب زندگی می‌کنید. نفتکشی از چاه‌های نفتی منطقه سبونچوی شمال باکو در دوره شوروی آغاز یافته است. ولی مردم در این منطقه پیش از آن هم اقامت داشتند. آنها صرف نظر از آن که نفت و پسمانده های نفتکشی منطقه را آلوده با مواد کیمیاوی نمودند، مکان زیستشان را عوض نکردند. ما این نهال‌ها را 7 سال پیش شناندیم، ولی از آن حاصلی نیست. زمین اینجا آلوده به نفت است. ساکنان محله از بیماری‌های راه‌های نفس و درد بغم شکایت دارند. آنها میگویند که احتمال سبب بیماریشان محیط زیستی ناسالم است. حامی محیط زیست تلمن زینالوف میگوید زندگی در این محله زیان آور است. زندگی در اینجا غیر قابل قبول است. میزان رادیاسیون از استحصال نفت و گاز منطقه خیلی بلند است. در اینجا زیستن ممکن نیست. حکومت هم وضع را خوب می‌داند. حکومت باید بر ضد افرادی که زمین را به ساکنان این محل فروختند چاره اندیشد. منصبداران محله اصرار می‌ورزند که تخمیناً 100 خانواده را به منطقه‌های امن می‌کوچانند، ولی کی این برنامه اجرا می‌شود معلوم نیست. در این بین شرکت دولتی نفت سکر برنامه پاکسازی منطقه‌های آلوده کنار شهر باکو و نیم جزیره آبشاران را شروع نموده تا کنون 10 هکتار میدان‌های آلوده را پاککاری کرده است. طبق اطلاع وزارت حفظ محیط زیست آذربایجان هنوز هم 35 هکتار زمین آلوده با نفت باقی مانده است. گزارشی کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر می شود و هم در برنامه خبری ما که فردا تقدیم شما می کنیم. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی، در فیسبوک و هم زمینه مخصوص ما برای تلفن های همراه. سپاس که با ما بودید.